سلام دوستان، امروز میخوام با شما 20 تا گریچ کلاویشی ضروری رو که در اکسل کار شما رو آسان میکنن نشان دهم. خوش آغاز میکنم. یکم کنترل N در اینجا می نویسم. کنترل N این کнига این نو میکشوید. خیلی که میبینید در بالا کнига یک و نو است. در اینجا لیست یک. دویم کنترل A открыть رو با ما نشان میدهد. از اینجا هر چیزی خواهیم میکشویم، یعنی دیگر راهش فایل открыть. آسان ترش باشد کنترل A. سیوم کنترل S یعنی سخرانید. فایل ما رو ما سخرانید میکنیم، یا اینکه فایل سخرانید. چهارم کنترل A выделить. ما میتوانیم با دست انتخاب کنیم، یا اینکه کنترل A را زیر کرده همه این نوشته جوتا ما را انتخاب کنیم. پنجم کنترل Z یعنی اکمینید. یعنی حاضر من در اینجا کنترل A نوشتم، اگر کنترل Z کنم گم می شود. کنترل Y می کنم برمیگردد. در اینجا هم هست اکمینید ورنود. دیگرش باشد کنترل Y. کنترل Y این ورنوت است. حاضر ما کنترل Z کنترل Y کردیم. کنترل Z میکنیم گم میشود، کنترل Y میکنیم برمیگردد. دکمه‌چش در اینجا هم هست. کنترل X. کنترل X این ورزت است. ورزت یعنی از یک اونجا قیچی میکنیم در دیگر جا فستایت میکنیم. مثلا من 6 رو کنترل X میکنم، در اینجا فستایت میکنم. از اینجا گم شد، در اینجا پیدا شد. کنترل Z میکنیم با جایش برمیگرده. یا اینکه از اینجا هم میتوانیم استفاده بریم. کنترل X. گریچ کلاویشی دیگرمون کنترل C است. کنترل C یعنی کپیروان، نسخه برداری. من این سطر را نسخه برداری میکنم، از اینجا هم می شود. یا اینکه کنترل C در اینجا کنترل V میکنم می آید. باز با ما کنترل Z لازم میشد برای اکمینید کردن. اون سه دیگرمون این کنترل
V است، یعنی вставить. خیلی که گفتم کنترل C در اینجا вставить میکنم، کنترل V از اینجا هم میشود. اگر خواهم در اینجا هم وставить میکنم، در اینجا هم وставить شد. باز کنترل Z رو استفاده میبریم. دیگرش باشد کنترل سپیس. کنترل سپیس کلانکا رو دیلیت میکند، ستون رو کنترل سپیس. از سبب که ما در اینجا ابیدینیت کردگی هستیم، سطرها رو همه رو یک جای استفاده همه رو یک جای انتخاب میکنم. این رو به نظر میگیرد اکسل. اگر در اینجا کنیم کنترل سپیس یا اینکه بروسیاش پرابل ستون رو انتخاب میکنه تا پایان. کنترل سپیس. دیگر کلیچی کلاویش این شیفت سپیس است. شیفت سپیس این سطر رو یعنی تا آخر انتخاب میکنه. شیفت سپیس یعنی که ما این گونه هم میتوانیم انتخاب کنیم سطر رو با موش. این خیلی هم میشود. دیگرش باشد کنترل L. کنترل L با ما فیلتر میگذارد در بالای تبلیت همون. هنختارش کنترل شیفت L. کنترل شیفت L. کنترل شیفت L یا اینکه فیلترمون رو میگیریم. باز یک بار دیگر فیلتر میگذارم. L رو زیر کرده. دیگر کلیچی کلاویشمون این کنترل F4 است. کنترل F4 اکسل رو محکم میکند، لیکن من محکم نمیکنم. خیلی که ایکس رو زیر میکنه محکم میکند همون است. دیگرش کنترل داون. کنترل داون یعنی استرلکه پایان. حاضر من کنترل رو زیر کردم و استرلکه پایان رو انتخاب میکنم. از همه سطری پایان میوید به اینجا میوید. اگر در جای خالیگی کنیم با همه سطری پایان میروید، یعنی آخران سطر اکسل کنترل داون میکنیم و اینجا آمد. این آخران سطر اکسل است. باز با جای بیشتر همون میرویم.
کنترل اپ. کنترل اپ اگر شما در پایان باشید یا که در اینجا حجراتون در اینجا باشد، کنترل اپ رو زیر میکنیم و یکمین نوشته شده حجره نوشته شده میرود. اگر یک بار دیگر زیر کنیم از همه بالا میرود. فونکسیون دیگر ما کنترل لفت است. کنترل لفت با مثل کنترل اپ داون، لیکن در اینجا سطر از سطر با چپ راست می رود. مثلا از سطر یک از سطر یه با یک می رویم. کنترل لفت رو زیر می کنم با یک اومد. اگر در جای خالی باشه مثلا با یکم سطر میاد، باز یک بار دیگر با همه فونکسیون دیگر همون کنترل رایت هست. کنترل رایت و مثل لفت از سطر یکم با آخر می رود. باز یک بار دیگر زیر کنم و اینش، یعنی جای خالی رو حساب نمی کنم. دیگر گریچه کلاویش همون این کنترل بی است. کنترل بی یعنی جیر نمی کند. این نوشته ها رو حضور من جیر نمی کنم. کنترل بی خیلی که دیدید جیر نشد، حفظ شد. یا اینکه از اینجا هم میتوانیم کردن ژ که چه زیر میکنم، جیر نمیکنم. حاضر من اینها رو با بالاتر بردویم. دیگر فونکسیون همون دیگر گریچه کارش همون کنترل آی هست، یعنی کرسیو میکند. میتوانیم از اینجا هم کرسیو کنیم یا اینکه کنترل آی رو از کلاویاتور زیر میکنیم، کرسیو میشود. دیگر گریچه کلاویش همون کنترل یو هست. کنترل یو این اندرلاین یعنی در زیرش خط میکشد و چیر کنید. مثلا من این رو در اینجا استفاده میکنم و در زیرش خط میکشم. کنترل یو یعنی که یک بار دیگر کنترل زد از اینجا هم میشه بود زیر میکنم، در زیرش خط میکشد. کنترل یو و از هم آخر F2 است. F2 این ردکتیرovat میکند حجره رو. مثلا من اینجا یکون چیز نوشتنی باشم، میتوانم با موش دو مرتبه زیر کنم بعد یکون چیز نویسم. یا اینکه باسته ستریلکا انتخاب میکنم جای لازمه رو در اینجا F2 رو زیر میکنم و می نویسم چیزهای خواستم رو F2 و یا اسم مثلا تلویزور به رنگه. باز کنترل زد کرده مثل پیشتر همون برمیگردونه تبلیت سرم.
این فونکسیون های ما رو کردم. خوش درس امروزه ما به آخر رسید. اینها رو در یگان جو سخرین کنید با شما لازم می شوند در وقتی کار کردن با اگزیت انیخترش با کلویاتورا.